برگردیم به این تنشنی که من واقعا بهش عقیده دارم. این تنشنی که این ازدواجا برای آقایون آمد بعد از چند تا جنگ این 6-7 century عربیا. این سوریه که زن که مرد میتونه تا 4 تا زن ازدواج بکنه اومد به عنوان پروتکشن اون خانومایی که بدون شوهر، بدون پدر، بدون برادر، بدون physical and financial protection of man were destitute to life. Today's Iranian women are not facing the same situation in Iran. زن ایرانی که الان اگه که به زور ندنش به مرد 40-50 ساله، اگه خانم 10 سال یا 20 سالشه، اون خانم نخواهد مرد از گشنگی. وقتی که ما توی دانشگاه هامون تعداد زنایی که داریم از آقایون بیشتره، پس چطور ما میتونیم جستیفای بکنیم این قانون و قوانینی که توی دادگاه پیاده میشه؟ آره، ولی ببینم این زنها رو چون باشون صحبت کردی و شخصا میشناسیشون، از طبقه تحصیل کرده بودن؟ نه همشون، نه. تحصیل کرده یعنی دانشگاه رفته؟ نه. اون طبقه اگه کسانی هستن در اون طبقه من اطلاع ندارم. But I won't be surprised. ولی من اطلاع ندارم. چه عاملی باعث میشه که یه زنی بره سیغه بشه؟ Let me turn the table on you. خب توی آمریکا چرا یه خانم پراستیتیوت میشه؟ آخه پراستیتیوشن یک مسئله دیگری است. بعضیا به عنوان حرفه بهش نگاه میکنن و بعضی اصلا دوست دارن. بعضیا دوست دارن این کار رو بکنن. That's a very small minority and it's really not a fair statement to make unless you have talked to these women. خانم آقای من با یه وکیل مدافع نشستم. You might become addicted to the profession as you might be addicted to any kind of drugs, but it is not something that you willingly will do. Now, put that aside. Put that small minority aside. تنها دلیلی که و من اینو از کاملا I am saying this from bottom of my heart. تنها دلیلی که 99.9% of خانمای ایرانی توی ایران این کار رو انجام میدن به خاطر احتیاج مالیه و این احتیاج مالی درجه اول خودشون نیست، به خاطر اینکه بعد از رولوشن، بعد از جنگ خیلی از آقایون مردن، خیلی از آقایون کشته شدن. این آقایون سرپرست خانواده بودن، یا خیلی از آقایون که برگشتن یا پا نداشتن یا دست نداشتن، یا as a result of the revolution also and the war addiction توی ایران خیلی خیلی بالا رفته. یه خانم، حالا اون خانم میتونه مادر باشه، اون خانم میتونه دختر 15 ساله خانواده باشه، اینا شدن سرپرست خانواده، نه فقط که از خودشون مواظبت کنن بلکه از بچه‌های کوچکتر، خواهر و برادر و خیلی وقتا از پدر بزرگ، مادر بزرگا، خیلی وقتا از خاله و عمه. They have become head of household without having the education, without having experiences to look after that family. What is the government doing about this aftermath of the revolution? اگه کار بخوام بکنن، کار واسهشون هست؟ How? کسانی که تحصیل کرده هستن، unemployment rate is one of the highest in the world. کسانی که تحصیل کرده هستن they are holding to 2-3 jobs که بتونن خرج خانواده رو دارن. وقتی که من ایران بزرگ می شدم، یه نفر که کار میکرد همه تو رفاه بودن. الان همه باید کار بکنن به خاطر inflation rate و unfortunately entry level job وجود نداره توی ایران. زن نمیتونه بگه خب باشه من میرم مکدونالد کار میکنم، میرم ویترسی میکنم، میرم چون کبابی کار میکنم. از اون شغلا وجود نداره. تنها entry لولی که وجود داره برای خانوما متاسفانه همینه، صیغه‌گری. در قصت وقتی میخوندم آتش که خیلی زود شوهرش دادن، به نظر میرسه خانواده مرفهی هستن. پدر بسیار مرفه و 2 تا زن داره، زن باباش باهاش مخالفه و به خاطر برادرای ناتنیش و اون رابطه هایی که باهاش هستش. پس این فقر تنها نبوده که باعث شده که این دختره به صیغه بدن، بلکه مسائل دیگه ای هم هستش. بله. این دختر رو به صیغه ندادن. وقتی که آتیش 12 سالش بوده، پدرش تردیشنال مریجش میده، یعنی که عقدش میکنه، درسته؟ So that was a permanent marriage. خب و
پدرش برای اینکه محرم بشه به برادر؟ نه خیر، ازدواج یعنی میدنش به خونه شوهر، به خاطر اینکه پدر که زن دوم پدر باشه نمیخواد که این آتیش، یعنی جلس میشه و نمیخواد که آتیش دورور پدرش باشه و دورور خانواده دوم پدر باشه. میخوان they want to get rid of the girl and the only way to do it they couldn't kill her probably and of course I am the writer so I wrote the plot. میخواستم که این زنده بمونه که بتونه کارهای آینده بکنه. این بود که تردیشنالی یعنی به فورسفولی دادنش به شوهر. بعد در سن 12 و نیم یعنی بعد 6 ماه مجبور میشه که به کمک مادر بزرگاش و مادرش طلاق بگیره، به خاطر که شوهرش خیلی ابیوزیو بوده. تمام قصه شروع میشه از وقتی که این در سن 12 سالگی و 6 ماهگی چی میشه؟ دیورسه میشه. یعنی تازه میفهمه که این نمیتونه طلاق بگیره چون هنوز شوهرش باید رضایت بده و اگه شوهرش رضایت نمیده کی باید رضایت بده؟ پدرش هم چون تحت اینفلوئنس زن دوم باشه رضایت نمیده. این خانواده their traditional Iranian family. ولی پدر خانواده آدم مذهبی بوده 100%. مذهبی on the surface. نه پدر از طرف مادر یعنی تظاهر به مذهبی بودن میکرده. دیندار واقعی نبوده، به خاطری که اگه شما به دین واقعی دوباره به این تنشن ریلیجن نگاه بکنید، این تنشن این نیست که یه نفر رو فورسفولی بدین به خونه شوهر. بله. So we go back again to the intention. این پدره تردیشنال بوده، again ملشوونیستیک بوده، رئیس خونه بوده و اینو شوهر میده و مادر مجبور میشه تو گو along، ولی بعداً که متوجه میشن که این کاری که کردن واقعاً ظلم بوده، اینو کمکش میکنن که دیگه بتونه موفق بشه. از قصه بیام بیرون، به تجربت بپردازم. در تجربیاتی که واسه من صحبت کردی حتی راجع به مردهایی که صیغه میکردن هم باشون صحبت کردی. اولا این آدم ها رو راحت پیدا میکردی دیگه، بله. و چه شکلی راضی میشدن که باید بشن صحبت بکنن؟ پرداخت میکردی؟ با خانوما پول میدادم. آقایون باشون صحبت میکردم چون فکر میکردن که اگه با من صحبت بکنن امکان داره منم صیغه بشم. براشون نفت داشت که با من صحبت بکنن. واو. بله. پیشنهادم بهت کردن؟ بله کردن. خب جدی میگی؟ نداره. بله. خب. مردا چی میگفتن؟ مثلا یکی دو تا شکل. 99% اون گروه کوچکی از آقایون، چون من با 100 تا آقا صحبت نکردم، 99% اون گروه، مثلا میگم 9 out of 10 بله. به من گفتن این شرعیه و اگه توی اسلام این اجازه داده نمیشد اینا پرکتیس نمیکردن. 9 out of 10 اینا زن داشتن، یکی دو تاشون زن بیشتر از یه دونه داشتن، ولی تقریبا همه دیگه 9 out of 10 99.9% that's a very large percentage. یعنی من واقعا نمیدونم if they truly believed what they told me or not که اگه که طبق قانون اسلامی این توی فکرشون این براشون بلسینگ نمی آورد از طرف خداوند، این کارو نمی کردن. و یکی از صحبت هایی که یکی از آقایونی که به نظر می اومد خیلی هم اهل صحبت و بحث و این چیزا باشه، گفتن که مثال آوردن از امام جعفر صادق که این امام جعفر صادق گفتن که پیش از مرگتون برای آقایون، یعنی من میخوام که شماها حتما صیغه اکسپریانس بکنید، تجربه صیغه داشته باشید. بله داشته باشین. و من صحبتم حتی با اون آقایون که بعداً از دست من عصبانی می شدن و می رفتم می گفتم شما به من بگین what kind of a blessing having sex in lieu of money could bring for you. و هیچ کس برای من جواب نداشت، اما جوابی که من باهاش مخالفت نمیتونستم بکنم این کتابی بود که به من دوباره منو برمیگردوندن to the base، بله. یعنی قرآن، و میگفتن که طبق این سوره و این سوره ما میتونیم صیغه گری بکنیم. و چون این صیغه گری is sanctioned and approved by the Islamic Republic of Iran's interpretation of Islamic law, it is
it is being implemented much more forcefully than if it was not. You can sell it much better. در مورد کتک زدن زنها چی؟ اونم در آیات هست؟ چیزی بود؟ بله هست. بله من مخالفت نمیتونم بکنم به یک چند تای سوره که اینترپریتیشناشون برداشت شده و and then they are being implemented on other situations in life. یعنی اصل ماجرا ممکنه این ماجرایی که ازش تفسیرش کردن نبوده ولی به این صورت تفسیرش they take it out of context. But it is well and alive. وقتی که میخوان صیغه بکنن لفظی هم باید بخونن، لفظ مذهبی. شما انقدر کیریس هستین، اینترستد هستین، میخواین صیغه بشین ایران باید برید. نه میخوام برید. Sure, I believe you. بلدی؟ شما یاد گرفتی؟ بله من یاد گرفتم ولی که نمیخوام بگم به خاطر که به محض اینکه شما بگید یس و دیگه تموم میشه من میترسم که اینجا گیر بکنم با شما. من چون میدونم شما شوهر دارید قول بهتون میدم بهتون نگم یس. شما بفهمید چیه؟ هم زن میتونه بخونه هم مرد. اینو هم زن میتونه بخونه و هم مرد و همه قسمتاشو هر دو طرف میتونن شروع بکنن. یعنی من فکر میکنم این ability to contract برمیگرده به همون 6-7 century که قدرت کانترکت کردن به زنها داده شد برای بار اول که توی دنیا it was unheard of. یعنی زن مسلمان در mid 6th century میتونست کانترکت ازدواج خودش رو به عهده بگیره. من دارم راجع به mid 6th century صحبت میکنم. Until 19th century we did not have such a law here in United States of America. شما نگاه بکنید 6th century 19th century اون قدرت کانترکت زنها دارن ولی شما باید بدونید که وقتی که یه قدرتی داری what can you do with it؟ شما چیکار میتونی با این قدرتی بکنی؟ میخوای صیغه میخوای؟ من $10 میگیرم، $20 میگیرم، $1000 میگیرم برای یه شب، برای 2 شب، برای 3 شب. برای چی؟ یعنی این قدرت کانترکت what can you do with it؟ یعنی قدرت هم حتی یه قدرت کاذبه. شما میتونی شوهرتون طلاق بدین؟ وقتی که حتی طلاق دادن شوهرتون is under discretion of the judge. و اون جاجا کیا هستن؟ کسانی هستن that they would go with hearsays. They are not going to look at the actual facts and the law. They go with what they think, what they believe. And these are not based on concrete evidence. نمیدونم اصلا چی بگم. با عزت میریم به آگهی‌های تجارتی و برمیگردیم در خدمت هستم. خواهش میکنم. عرض ادب مجددی دارم و در خدمت نادیا شهرام نویسنده کتاب Marriage on the Street Corners of Tehran هستم. خانم شهرام، در مورد صیغه صحبت‌هایی که کردی و گفتی که چقدر آسونه و چقدر راحته و هر دو نفر میتونن پیشنهاد بدن و بگن، اما در جامعه امروز ما میبینیم که زنهایی رو دارن سنگسار میکنن به خاطر زنا. چه تفاوتی هستش؟ اونی که میگن زنا، اون که میگه زنا کرده میتونست بگه من صیغه کردم، برای اینکه فقط یک لفظه. درست. و پس بنابراین چه چیزی باعث میشه که یک کسی رو که میگه من لفظه و نپذیرن و بگن زنا کردی و سنگسارش بکنن یا از این ماجراهایی که اتفاق میفته؟ درسته. این سوالتون خیلی سوال منصفانه ای هست که بعضی وقتا آدم نمیدونه این خط چطوری دیستینگویش میکنه، چطوری میشه گفت که این خانم که امروز امروز این خانم سکس داره و یه تلفظ کرده، یه چیزی فقط گفته اورال و همون اون خانم امکان داره که فردا سنگبارون بشه. همونطوری که مطمئن هستم که شما اطلاع دارین الان 12 تا خانم ایرانی و 2 تا آقای ایرانی الان توی دسترو هستن برای سنگبار شدن و 12 نفر؟ بله.